خطسیر автобуси ازبکستان که ولایت سردریایی این کشور را با وادی فرغانه می‌پیوندد گشاده می‌شود. در تهران مسائل رشد همکاری‌های تاجیکستان و ایران بررسی شد. دو برادران به خاطر مناقشه در مسکو با ماموران پلیس به زندان محکوم شدند. خطسیر автобуси ازبکستان گشاده می شود که ولایت سردریایی این کشور را با وادی فرغانه می پیوندد. خط سیر از شهر گلستانی تاجیکستان به شهر قوقند ازبکستان گشاده می شود. توصیه داده می شود که مسافران باید با خود شناسنامه خارجی داشته باشند. اما اتوبوس ها در قلمرو تاجیکستان توقف نمی کنند و مسافران سر راهی نیز نمی گیرند. آنها تنها از پاسگاه های سرحدی هوس‌آباد و اندرخان می گذرند. قرار است که سفر توسط این خط سیر در یک روز یک مرتبه از هر دو جانب صورت بگیرد. یک بلیت به این خط سیر قریب 50,000 سوم ازبکی معادل $5 ارزش دارد. در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران مسائل رشد همکاری‌های تاجیکستان و ایران بررسی شد. سفیر تاجیکستان در ایران نظام‌الدین زاهدی با معاون وزیر همکاری، کار و حفظ اجتماعی، رئیس سازمان آموزش فنی و کسبی ایران غلام حسین حسینیا ملاقات کرده است. بنا به اطلاع دپارتمنت اطلاعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در ملاقات مسئله‌های تحکیم همکاری‌های دو جانبه بررسی شدند. جانب‌ها هوسمندی خود را به تطبیق لایحه‌های مشخص همکاری و تبادل تجربه بین مرکزهای تعلیمی کادرهای کسبی دو کشور اظهار نمودند. این مسئله بر اساس اسناد امضا شده در سفر رسمی امامعلی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان به تهران در ماه می سال جاری مطرح شده است. دو شهروند تاجیکستان برادران عمری رسول جانزاده و سید اکرم همرایف که در ایستگاه متروی تولسکی 17 فوریه سال جاری با ماموران پلیس مناقشه کرده بودند با قرار دادگاه سیمونوفسکی مسکو به مهلت 3.5 و 2.5 سال زندان محکوم شدند. به اطلاع خبرگزاری تاس دادگاه عمری رسول جانزاده را به 3 سال و 6 ماه و سید اکرم همرایف را به 2 سال و 6 ماه با ادای جزا در مؤسسه اصلاحی نظامش عمومی از آزادی محروم کرد. گفتند به مورد است که 17 فوریه سال روان رسانه‌های روسی از مناقشه برادران سید اکرم 21 ساله و عمری 18 ساله با کارمندان پلیس در ایستگاه متروی تولسکی اطلاع داده بودند. در نواری که از محل حادثه نشر کرده شد دیده می شود دو پلیس یک جوان را به شکم خوابانده کوشش بستن دستانش را دارند. در همان وقت جوان دیگر از دور دویده برای رهایی برادرش کوشش میکند و با کارمندان پلیس وارد مناقشه می شود. باید گفت که یکی از جوانها در جای حادثه دویمه روز دیگر دستگیر کرده شد.